بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا برای یکی از بیمارای خیلی خوبمون انجام PRP دادیم. دستگاه سانتریفیوژ هستش که برای زخمشون میخوایم در واقع استفاده بکنیم و انشالله کمک میکنه به این که در واقع فاکتورهای رشدی که داره کمک میکنه که زخم در واقع با سرعت بیشتری ترمیم بشه و توی زخمایی که در واقع رشدشون کند شده به هر دلیلی استفاده از PRP خیلی کمک کننده هستش و به بیمار کمک میکنه. PRP که ما الان آماده کردیم آماده شده هستش، اینجا از دستگاه ما برداشت کردم. همونجور که دقت دارید میکنید تشکیل شده از قسمتی که سلول های در واقع خونی هستن که به رنگ قرمز مشخص هست، حالا اگر توی تصویر ببینید، و اون قسمت زرد رنگی که اون بالا هستش PRP هست و متشکل از در واقع پلاکت ها و فاکتورهای رشد هست و پلاسمایی هست که در واقع و آلبومین ها و پروتئین هایی که در خون هستش و ما با دستگاه سانتریفیوژ اینا رو تونستیم در واقع چیکار کنیم، جدا بکنیم و آماده سازی میشه از PRP برای تقویت مو و جوانسازی در واقع سلول های پوست میتونیم استفاده بکنیم. پس در زیباسازی صورت هم در واقع نقش خیلی موثری داره برای تولید کلاژن و در واقع ایجاد شادابی و جوانی برای پوست که ما الان این در واقع PRP که تهیه کردیم و در واقع میایم برای زخم پای ایشون استفاده میکنیم و انشالله که سرعت رشد خوبی داشته